سلام به مردم شریف و زحمتکش ایران زمین. من مستر اینفورمیشن هستم و امروز میخوام راجع به نخستین پادشاه ایرانی یعنی کیومرث صحبت کنم. با ما همراه باشید. کیومرث نخستین پادشاه ایران در شاهنامه فردوسی است. او 30 سال پادشاهی کرد و به عنوان نماد نخستین ایران و بنیانگذار تمدن در اساطیر ایرانی شناخته می شود. ویژگی‌ها و داستان‌های کیومرث. شماره 1. نخستین پادشاه. کیومرث اولین پادشاهی است که در شاهنامه معرفی می شود و به عنوان آغازگر سلسله پادشاهی در ایران شناخته می شود. شماره 2. پادشاهی عادل. او به عنوان پادشاهی عادل و نیکوکار در شاهنامه توصیف شده است که حیوانات و مردم تحت فرمانروایی او آرامش و امنیت داشتند. شماره 3. آغازگر تمدن. کیومرث به عنوان کسی که به مردم فنون پوشاک، خوراک و پرورش آموخت شناخته می شود. شماره 4. نبرد با اهریمن. در شاهنامه کیومرث با اهریمن و نیروهای اهریمنی در نبرد است و پسرش سیامک به دست دیو سیاه یعنی فرزند اهریمن کشته می شود. شماره 5. انتقام سیامک. کیومرث پس از مرگ سیامک هوشنگ را به جنگ با اهریمن می‌فرستد و انتقام خون پسرش را می‌گیرد. شماره 7. پایان پادشاهی. پس از انتقام سیامک و مدتی پادشاهی کیومرث از دنیا می‌رود و هوشنگ به جای او به پادشاهی می‌رسد. شماره 8. آغازگر فرهنگ. به گفته فردوسی کیومرث بانی و ترویج دهنده انواع پوشش، خوراک و آموزش در میان مردم بود. شماره 9. آغاز کشاورزی. در زمان کیومرث کشاورزی نیز در ایران آغاز می شود. شماره 10. کوهنشینی. کیومرث و مردمش در آغاز کوهنشین بودند و از پوست حیوانات برای پوشش استفاده می کردند. در متون پهلوی کیومرث به عنوان نخستین انسان معرفی شده است. در برخی متون نسل بشر پس از کشته شدن کیومرث توسط مشی و مشیانه یعنی نخستین زوج انسان ادامه می‌یابد. ریشه شناسی نام کیومرث. نام کیومرث از واژه اوستایی گیه مرد ریشه گرفته است. گیه به معنای جان و مرد به معنای مرگ است. بنابراین گیه مرد به معنای حیات فانی است. از توجه شما دوستان عزیز متشکرم و ممنون میشم که فیلم‌های ما را لایک کنید. سعی می‌کنیم که در فیلم‌های بعدی راجع به دیگر پادشاهان ایرانی و حکومت‌های ایرانی صحبت کنیم. بدرود.